یعنی ما مردم هر چی که بگیم ما شرم نداریم. سعی که چی میگه ما افغانا را. ها ملتی هستند که در بستر جنگ و در فضای بیسوادی رشد کردند. این واقعیت را میدانیم و انکار نمی کنیم. اما برای من اهمیتی ندارد که از کجا آمدند یا در چه شرایطی بزرگ شدند. وقتی پایشان به آلمان میرسد باید به قانون، نظم و فرهنگ این کشور احترام بگذارند، نه با ذهنیت قبیله‌ای بلکه با رفتار مدنی. جوانانی که با تنبان، شلوارهای پلنگی و یونیفرم‌های شبه نظامی در کوچه‌های آلمان ظاهر می‌شوند، گویی از میدان جنگ آمده‌اند، نه از مرز اروپا. چهره‌های خشن، قدهای کوتاه و نگاه‌های خالی از شعور اجتماعی تصویر بدی از جامعه مهاجر می‌سازند. من این را به عنوان هشدار می‌گویم، نه تهدید. پیش از آن که من صدر اعظم آلمان شوم، سعی کنید انسان شوید، رفتار متمدنانه را بیاموزید. در غیر این صورت، شاید همان جایی که از آن آمده اید، برایتان مناسب‌تر باشد. به خدا ما مردم شرم نداریم. در هر جایی که میریم بی‌نظمی، در ایران ما بی‌نظمی میکنیم، در پاکستان ما بی‌نظمی میکنیم، در ترکیه ما بی‌نظمی میکنیم، در اروپا ما بی‌نظمی میکنیم. یعنی واقعیت برای ما به خدا شرم است، شرم. تا واقعا ما در چی سختی ها را میکشیم، چی زحمت ها را میکشیم برادر جانی، که چی روزایی رو میبینیم که باز میایم خود سعی که چی رقم به خدا، یعنی چی دیگه از گفتنی ندارم به خدا.